یکی به من بگه این معنی این تابلو چیه؟ خب نگاه کنین، زده 100 120 اونجا هم زده 120 تا سواری مجازه بره. درسته؟ معنیش همینه دیگه. درسته؟ نگاه کنین 120 تا مجازه. پس چرا جلوتر تو فاصله 200-300 متری اینجا دوربینه؟ الان بهتون نشون میدم. سر سرعت 90 تا عکسش هم الان براتون میذارم، جریمه میکنه. لطفا رئیس پلیس راهنمای رانندگی استان گیلان پاسخگو باشه. اینجا محدوده منجیل، رشت به تهران محدوده منجیل. خب این همون دوربینه، تو فاصله 300-400 متری زده 120 ولی رو 80-90 میزنه، رو 95 میزنه. همون دوربینه.